خدا و خدا قوت خدمت دانش آموزان گرامی. در خدمت شما هستیم با ادامه راهبردها از فصل 1 پایه 7. ما راهبرد رسم شکل، الگوسازی، حذف حالتهای نامطلوب و راهبرد الگویابی رو برای شما توضیح دادیم. راهبرد بعدی که میخوایم صحبت کنیم راهبرد حدس و آزمایشه. ممکن است حل یک مسئله روش و راه حل مستقیمی نداشته باشد یا راه رسیدن به جواب آن طولانی و دشوار باشد. شما می توانید با یک روش منطقی و منظم پاسخ احتمالی مسئله را حدس بزنید. سپس با توجه به شرایط گفته شده در مسئله حدس خود را بررسی کنید و با توجه به نتیجه به دست آمده حدس بعدی را بزنید تا کم کم به پاسخ مسئله نزدیک شوید. برای نشان دادن حدس و آزمایش‌های خود راه حل مناسبی پیدا می‌کنیم. لب کلام چی هستش؟ ببینید وقتی که ما هیچ راه حل دیگه‌ای نداشته باشیم، یعنی راه حل مستقیمی که ما به جواب برسه توی مسئله، میایم چند تا حدس میزنیم و با استفاده از اون حدس‌ها به جواب میرسیم. ببینید این مثال رو گفته شده 20 دستگاه دوچرخه و سه چرخه در یک توقفگاه وجود دارد. اگر تعداد کل چرخ‌های آنها 45 عدد باشد، چند دوچرخه و چند سه چرخه در توقفگاه وجود دارند. خب ببینید ما اگر خواسته باشیم شروع کنیم از عدد 1، 19، 2، 18 اینجوری خیلی زیاد میشه. پس میایم یه حدسی میزنیم. حدس آزمایشمون رو توی یه جدول قرار میدیم. مثلا حدس میزنیم آقا تعداد دوچرخه 10 تاه، تعداد سه چرخه هم 10 تاه. یعنی نصف. خب بعد میایم چیکار میکنیم؟ بررسی و آزمایش میکنیم. یعنی میایم تعداد چرخاشون رو میشماریم. وقتی تعداد چرخاشون رو بشماریم در حدس اول وقتی در نظر گرفتیم میخوایم بررسیش کنیم. 10 تا دوچرخه داریم، پس 10 تا دوتا داریم با 10 تا سه چرخه. اینا رو چرخاشو که با هم جمع کنیم 20 با 30 میشه چی؟ 50 تا. میبینیم که تعداد کل چرخا چقدره؟ 45 تا عدده. خب میبینیم که خیلی نزدیکه. پس حالا یه رقم کم و زیاد میکنیم. خب حالا اینجا پرسیده شده که با توجه به نتیجه بررسی باید تعداد سه چرخه ها را بیشتر کرد یا دو چرخه ها را. چرا؟ به نظر شما چه فرق میکنه؟ تعداد دو چرخه ها را بیشتر و سه چرخه ها را باید کم کنیم، چون باید تعداد چرخ ها کم بشه دیگه. درسته؟ ببینید اینجا 50 تا از 45 بیشتره. پس یعنی چی؟ یعنی با تعداد چرخ ها کم بشه. تعداد دو چرخه ها را بیشتر میکنیم، سه چرخه ها را کم میکنیم. حالا میایم چیکار میکنیم؟ مثلا 12 تا دوچرخه میذاریم، 8 تا سه چرخه، جمعشون هم میدونیم که باید بشه 20. خب حالا بررسی میکنیم. 12 تا دوتا میشه 24 تا، 3 8 تا میشه 24 تا، شد 48 تا. میبینیم که داره نزدیک میشه، پس یعنی راهمون درسته. همین کار رو ادامه میدیم. 14 تاش میکنیم دوچرخه رو، 6 تا سه چرخه. حالا میایم بررسیش میکنیم. 14 ضرب در 2 28، 6 ضرب در 3 میشه چند؟ 18. میبینیم که شد 46 تا. پس یعنی داریم نزدیک میشیم. یه دونه دیگه اضافه میکنیم. 15 ضرب در 2 میشه 30، 5 سه تا میشه چی؟ 15 تا و جواب به دست اومد. پس 15 تا دوچرخه داریم و 5 تا سه چرخه. این نوع روند رو ما بهش میگیم چی؟ حدس و آزمایش. یعنی یه حدسی میزنیم و اونو بررسی و آزمایشش میکنیم. خب مثال بعدی رو دقت کنید. دو زاویه متممند. یکی از زاویه ها 3 برابر زاویه دیگر است. اندازه هر زاویه را پیدا کنید. خب ببینید ما اینجا میتونیم چیکار کنیم؟ بازم از حدس آزمایش استفاده کنیم. بعد قبلشون باید بدونیم آقا متمم یعنی چی؟ دو زاویه‌ای که مجموع آنها 90 درجه باشه. اینا را توی یادآوری‌ها توضیح دادیم. خب میایم چیکار میکنیم؟ یه جدول تشکیل میدیم. زاویه 1، زاویه 2 و جمعشون. خب مثلا آقا 60 با 30 دو تا زاویه هستن که حدس زدیم که 90 درجه است. حالا میخوایم ببینیم که آقا یکی از اونها 3 برابر دیگری هست یا نه. میبینیم که 30 سه تا میشه چی؟ 90 تا. یعنی این نشد 60 دیگه. درسته؟ باید بشه 60. پس این اشتباهه. میریم بعدی. اینو مثلا میکنیم 65، یعنی 5 تا به این اضافه میکنیم، اینو ازش کم میکنیم 25 تا. حساب میکنیم 3 تا 25 تا میشه 75 تا. 75 تا و 65 تا نشد، ولی خب نزدیک داریم میشیم. میایم چیکار میکنیم؟ دو تا، حالا 3 تا از این کم میکنیم، 3 تا به این اضافه میکنیم، 68 22. 3 تا 22 تا
میشه چند 66 تا. میبینیم که خیلی نزدیک شد. ببینید زاویه اول 68 اینجا 66. پس چیکار میکنیم؟ نیم تا دیگه اضافه میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. 3 تا 22 و نیم میشه 67 و نیم، یعنی همون به دست اومد. روند کار رو یاد بگیرید. ببینید چیکار کردیم ما اینجا. ما یه حدسی زدیم 60 و 30. بعدش شد 90. میبینیم که فاصله 90 تا 60 خیلی زیاده. پس اومدیم چیکار کردیم؟ از این زاویه کم کردیم تا فاصله‌مون کمتر بشه. بعد خب هرچی از این کم کنیم باید به اون یکی اضافه بشه دیگه، درسته؟ میشه 5. 65 تا بس به این اضافه میشه 65. همینطوری ادامه میدیم تا روند تا این دوتا عدد ما به هم نزدیک و نزدیکتر بشه. پس یکی از این زاویه ها 22 و نیم و دیگری 67 و نیمه. خب سومی نگاه کنیم. به جای مربع چه عددی میتوان قرار بدیم؟ 3 ضرب در مربع به اضافه 10 میشه 31. خب به جای مربع عددهای مختلفی رو میتونیم حدس بزنیم. میتونیم از 10 شروع کنیم. 3 10 تا 40، 3 10 تا 30 تا به اضافه 10 میشه 40. خب میبینیم که یکم فاصله زیاده، پس باید عدد رو کم کنیم. میام چیکار میکنیم؟ 9 میذاریم. 3 9 تا 27 تا به اضافه 10 میشه 37. میبینید داره فاصله کم میشه. 8 میذاریم. 3 8 تا 24 تا به اضافه 10 34 تا، بازم فاصله داره. 3 7 تا 21 به اضافه 10 31. ببینید که به دست اومد. پس این میشه چی؟ جواب ما. جواب عدد 7 میشه. خب قسمت بعدی، راهبرد بعدی. الان راهبرد قبلی تموم شد، راهبرد زیر مسئله است. ببینید بعضی وقتا ما مسئله پیچیده و چند مرحله‌ای رو به چند تا مسئله ساده باید تبدیل کنیم. فهرستی از این زیر مسئله ها رو درست میکنیم، سپس به ترتیب به آنها پاسخ میدیم. اگر ترتیب زیر مسئله ها رو درست تشخیص داده باشید، حل هر زیر مسئله به حل مسئله بعدی کمک میکنه تا در نهایت به خواسته مسئله برسید. ببینید اینجا رو سوال گفته پسنداز هفتگی محمد 3000 تومان است. او حساب کرد 5 هفته پسنداز او نصف قیمت کیفی است که دوست دارد بخرد. قیمت کیف چقدر است؟ خب می‌بینید که یک کم مسئله پیچیده است. ما میایم چی کار میکنیم؟ اول قسمت اول یعنی تیکه تیکش میکنیم. زیر مسئله یعنی همون تیکه تیکه کردن. میگیم آقا او حساب کرد 5 هفته پسنداز او. اول ببینیم 5 هفته حساب پسندازش چقدر میشه. پسنداز 5 هفتهش رو اول حساب کرده. 5 تا 3000 تومان شده 15000. خب حالا گفته نصف قیمت کیفی است که دوست دارد بخرد. پس یعنی چی؟ این عددی که ما به دست آوردیم نصف قیمته. پس ضرب در 2 میکنیم تا کل قیمت پیدا بشه. یعنی 30000 تومان قیمت کل کیفه. پس نگاه کنید چی کار کردیم تو راهبرد زیر مسئله. تیکه تیکه کردیم. یه زیر مسئله، اینم یه دونه زیر مسئله. و جالبه که بدونید اینا با هم دیگه ربط داره. ببینید الان از این 15000 تومان توی دومی استفاده کردیم. مثال بعدی نگاه کنید. طول، عرض و عمق یک استخر به ترتیب 12، 6 و 3 متر است. می‌خواهند کف و دیواره‌های این استخر را رنگ کنند. اگر برای هر متر مربع 0.3 کیلوگرم رنگ لازم باشد، برای رنگ کردن استخر چند کیلوگرم رنگ نیاز دارد؟ خب می‌بینید که یه مسئله خیلی طولانی هستش. ولی ما باید دونه دونه اینا رو جدا جدا کنیم تا ببینیم چه اتفاقی میفته. اول باید ببینیم چون گفتیم میخواهند کف و دیوارهای این استخر رو رنگ کنن، پس یعنی چی؟ ما نیاز به مساحت داریم. پس مساحت دیوارها رو باید پیدا کنیم. دیوار کوچک ها چی میشه؟ ببینید یه مکعب مستطیل دیگه، درسته؟ یه دیوار کوچیک داره، 2 تا دیوار کوچیک داره. اینجا و اینجا میشه دیوارهای کوچیک، اینجا و اینجا میشه چی؟ دیوارهای بزرگ. خب دیوارهای کوچیکش چی میشه؟ طولش که میشه کمترینه، این که ارتفاعمونه. عرضمون 6 میشه، 6 3 تا 18 تا. خب چون 2 تا هم هست میشه چی؟ 36. دیوارهای بزرگ هم حساب میکنیم. دیوارهای بزرگ چی میشه؟ 12 و 3 با هم میشه 3، چون ارتفاع برای هر دو حساب میشه. 12 3 تا میشه 36، ضرب در 2 میشه 72. خب این مساحت چی میشه؟ مساحت دیوارها. اما مساحت کف میمونه. مساحت کف چطوری به دست میاد؟ طول ضرب در عرض، یعنی 12 رو ضرب در 6 میکنیم که میشه 72. خب حالا میام چی کار میکنیم؟ مساحت کلش رو میخوایم. فقط کافیه که چیکار کنیم؟ این 3 تا عددها رو با هم جمع کنیم. 36 به اضافه 72 به اضافه 72 که میشه 180. خب اینجا مساحت ما رو به دست آوردیم، درست شد؟ حالا میخوایم چیکار کنیم؟ مقدار رنگ مصرفی. آقا گفته هر متر مربع 0.3 کیلوگرم.
180 متر مربع چقدر کیلوگرم؟ که فقط کافی که 180 رو ضرب در 0.3 کنیم که میشه 54 کیلوگرم. ببینید یه مسئله طولانی رو ما چند قسمتش کردیم؟ 1 2 3 4 تا زیر مسئلهش کردیم و خیلی راحت به جواب رسیدیم. خب مسئله بعدی نگاه کن. ببینید الان همینجور از ظاهرش هم مشخصه که 2 تا خطه خیلی طولانیه. پس اینو یکی از راه حل اینه که ریز ریزش کنیم که کارمون راحت تر باشه. خب گفته شده آقا میوه فروشی امروز 40 کیلوگرم سیب به قیمت هر کیلوگرم 2500 تومان و 80 کیلوگرم پرتقال به قیمت هر کیلوگرم 1500 تومان خرید. او هر کیلوگرم سیب را 3000 تومان و هر کیلوگرم پرتقال را 2000 تومان فروخت. این میوه فروش از این کار خود چقدر سود کرده؟ خب می‌بینید که یکم طولانیه. پس ما باید چیکار کنیم؟ اول ببینیم قیمت اینا، یعنی قیمت خریدمون چقدر بوده، قیمت فروشمون چقدر بوده. خب اول میپرسیم از خودمون که چقدر پول بابت خرید سیب، یعنی همین سیب تا اینجا 40 رو فقط کافی که ضرب در چیکار کنیم 2500 کنیم که میشه 100,000 تومان. خب برای پرتقال هم همینطور دیگه. حالا میتونیم حالا پس گرفتن یعنی فروش سیب هم ببینیم چقدر میشه. از هر کیلوگرم سیب 3000 تومان فروخته. پس یعنی چیکار میکنیم؟ 40 رو ضرب در 3000 تومان میشه 120,000 تومان. خب 100,000 تومان خریده، 120,000 تومان فروخته. چقدر سود کرده؟ میشه چی؟ از این کم کنیم دیگه، میشه 20,000 تومان. خب این از سیب، تکلیف سیب مشخص شد. حالا میتونیم چیکار کنیم؟ بریم سراغ پرتقال. پرتقال رو باید ببینیم چقدر خرید کرده اول. میشه چی؟ 80 کیلو 1500 تومان. 80 ضرب در 1500 میشه 120,000 تومان. حالا باید ببینیم چقدر فروخته. فقط کافیه که 80 رو ضرب در چیکار کنیم 2000 کنیم. 80 ضرب در 2000 میشه 160,000. 120,000 تومان خریده، 160,000 تومان فروخته. چقدر سود کرده؟ فقط کافیه که چیکار کنیم؟ از هم کم کنیم، یعنی میشه 40,000 تومان. حالا کل سودو میخوایم. 40,000 تومان این سود پرتقال با سود سیب با هم جمع میکنیم که میشه چی؟ میشه 60,000 تومان. خب اینم از راهبرد زیر مسئله. راهبرد بعدی که داریم راهبرد حل مسئله ساده تره. اینجا ما حل مسئله ساده تر رو میخوایم ببینیم چی میگه. برای حل بعضی از مسئله ها ابتدا مسئله ساده تر رو که با مسئله اصلی در ارتباط است حل میکنیم. سپس با استفاده از نتیجه و پاسخ مسئله ساده شده جواب مسئله اصلی رو به دست میآوریم. برای ساده کردن مسئله میتوان از عددهای تقریبی یا عددهای کوچکتر استفاده کرد. برای نتیجه گیری و پیدا کردن پاسخ مسئله اصلی از راهبرد الگویابه استفاده میکنیم و الگوی کشف شده در مسئله ساده را به مسئله اصلی مرتبط میکنیم. ببینید الان اینجا رو قطر خورشید یه عدد طولانی گفته. حالا اگه خواسته باشیم بخونیم 1,392,530 کیلومتر و قطر کره زمین 12,756 ممیز 6 کیلومتر است. قطر خورشید تقریبا چند برابر قطر زمین است. خب می‌بینید که کار یکم سخت میشه اگر خواسته باشیم با این عددها ادامه بدیم. برای ساده شدن مسئله بهتر است از عددهای تقریبی استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه 1,392,530 رو بنویسیم 1,000,000. خلاصه مسئله ساده شده را بنویسید و پاسخ دهید. اینو چی می نویسیم؟ 12,756 رو بهتره که چی بنویسیم؟ همون 10,000. یعنی سادهش کنیم. خب حالا قطر خورشید 1,000,000 و قطر زمین 10,000. حالا قطر خورشید چند برابر قطر کره زمین میشه؟ کافیه که اینا رو به هم تقسیم کنیم که می‌بینیم 100 میشه. پس اما حالا یعنی تقریبی میتونیم بگیم که چی 100 برابرشه. اما جواب اصلی هم میتونیم به دست بیاوریم که اگه حالا از ماشین حساب استفاده کنیم می‌بینیم که میشه 109. می‌بینیم که فاصله خیلی کمی داره تا 100 برابری که ما به دست آوردیم. اینجا رو نگاه کنید. مثال بعدی. حاصل عبارت مقابل را به دست آورید. ببینید یک عبارت 1/2 1/4 1/8 1/16 تا 1/1024. به جای حل کردن عبارت بالا ابتدا ساده شده این مسئله رو حل می‌کنیم. چطوری ساده شده
الان ابتدا این دوتا رو اول جمع میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. شاید به ذهن خودتون میرسه دیگه، به همین خاطر میگم که قبلا هم ازش استفاده کردیم از راهبردها، ولی اسمشو نمیدونستیم. خب میبینیم که شد 3/4. خب حالا 1/2 و 1/4 و 1/8 رو جمع میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. میشه 7/8. ببینید چه جالب، یعنی با این آخریه یه رابطه انگار داره. حالا 1/2 و 1/4 و 1/16 میتونید حدس بزنید چی میشه؟ حتما باید بشه 15/16 دیگه، درسته؟ ببینید میشه 15/16. پس میبینید همینجوری داریم ریز ریز که میریم جلو، میبینیم که به یه الگویی داریم میرسیم. الگوی چی هستش؟ مخرج هر سه نگاه کنید، مخرج آخری جواب مخرج است. ببینید اینها. پس حالا که اینطوری هست صورتش چی؟ به صورت هر سه جواب نگاه کنید، جواب یکی کمتر از مخرجه. ببینید 16 شده 15، 8 شده 7، 4 شده 3. پس آقا در نتیجه میگیریم آقا اگه اینا رو همه رو با هم جمع کنیم چه اتفاقی میفته؟ مخرج همون 1024 و صورت چی میشه؟ یکی کمتر 1023. خیلی راحت میتونیم ببینید از مسئله ساده ما شروع کردیم، به یه الگویی رسیدیم و ازش استفاده کردیم. خب مثال سوم رو نگاه کنین. اگر 10 نقطه را که هیچ ستای آن روی یک خط نیستند 2 به 2 به هم وصل کنیم چند پاره خط به وجود میاد؟ ببین تعداد پاره خط ها در واقع مجموع تعداد ضلع و تعداد قطرها هستند دیگه، درسته؟ یک الگو پیدا کنیم و برای 10 نقطه نتیجه گیری کنیم. ما میام چیکار میکنیم؟ آقا بهتره که از کم شروع کنیم دیگه، درسته؟ بگیم آقا 3 تا نقطه 3 تا پاره خط داره. 4 تا نقطه چی؟ 6 تا پاره خط داره. ببین 4 تا ضلعش داره، 2 تا هم قطرش داره. 5 تا چی؟ ببین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا داره. پس 5 تا نقطه 10 تا داره. پس حالا با توجه به این جدولی که داریم ببینید 3 تا نقطه 3 تا پاره خط، 4 تا شده 6، 5 تا شده 10، 6 تا. خب ببینید تا اینجا رو فعلا نگاه کنید. خب نگاه کنید اینجا رو 3 6 10. می‌بینید که اینجا اول 3 تا اضافه شده، بعد 4 تا اضافه شده، پس بعدی 5 تا اضافه میشه، بعدی 6 تا اضافه میشه. ببینید اینطوری، بعدی 6 تا، بعدی 7 تا، بعدی 8 تا و بعدی 9 تا. ما دهمی رو می‌خواستیم دیگه، درسته؟ شد 45 تا. پس می‌بینید که با یه 3 تا شروع کردیم و به یه الگویی رسیدیم و ازش استفاده کردیم. پس 45 پاره خط به وجود میاد. راهبرد بعدی راهبرد روش‌های نمادینه. بسیاری از مسائل رو می‌توانید به کمک نمادهای جبری به یک معادله تبدیل کنید. از فصل سوم به بعد می‌توانید از این راهبرد نیز برای حل مسئله استفاده کنید. در بعضی از مسائل‌ها می‌توانیم از مدل سازی هندسی استفاده کنیم. تبدیل مسئله به یک شکل هندسی و حل هندسی آن نیز نوعی روش نمادین یا مدل سازی به شما می‌رسد. از این روش بیشتر از فصل 3 به بعد استفاده می‌کنیم، ولی خب اینجا حالا بهش اشاره می‌کنیم. میگه آقا احمد 30000 تومان پول داشت. او 4 دفتر خرید و 2000 تومان برایش باقی ماند. قیمت هر دفتر چقدر است؟ ببینید میگه آقا 4 تا دفتر خریده، 2000 تومان هم براش باقی مونده. پس یعنی چی؟ یعنی من 4 تا، حالا فرض کنم این دفتره، 4 تا دفتر به اضافه 2000 تومان میشه چی؟ 30000 تومان. متن این سوال رو به این صورت پس نوشتیم. مربع که گفتیم نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده دفتره. اکنون میتوانید عددی رو که باید در مربع قرار گیرد حدس بزنید و آزمایش کنید. خب فعلا ما حدس میزنیم، ولی از فصل 3 راه حل‌هایی میگیم که سریع به دست میاد این مربع. پس آقا میایم چیکار میکنیم؟ مثال میزنیم. آقا فرض میکنیم که 5000 تومان. ببین مثال حدسی هم که میزنیم باید معقول باشه. نمیتونم بگم که آقا این 30000 تومان. آقا اصلا کل پولمون 30000 تومان بوده، نمیتونی از 30000 تومان شروع کنی. یه عدد معقول مثلا 5000 تومان. 4 تا 5000 تومان به اضافه 2000 تومان میشه 22000 تومان. میبینیم که خب باید بیشتر بشه دیگه، درسته؟ پس اینو میکنمش چی؟ 6000 تومان. 6000 تومان شد 28000 تومان. خب میام چیکار میکنم؟ 7000 تومانش میکنم، میشه چی؟ میشه 30000 تومان. 4 7 28000 تومان به اضافه 2 میشه 30000 تومان. پس دیدید که با یک عدد معقول با 3 تا حدس آزمایش ما به جواب رسیدیم.
که بس قیمت هر دفتر 7000 تومان. سوال دوم ببینید. فاطمه کتاب داستانی را در 6 ساعت مطالعه کرد و 10 صفحه از آن باقی ماند. اگر این کتاب 100 صفحه داشته باشد، فاطمه به طور متوسط در هر ساعت چند صفحه از آن را مطالعه کرده؟ آقا 6 ساعت مطالعه کرده، 6 تا چند صفحه‌ای خونده که با 10 صفحه باقی بیاد که بشه چی؟ بشه 100 صفحه. یه بار دیگه میگم ببینیم. آقا 6 ساعت مطالعه کرده، 10 صفحه باقی مونده. کل کتاب 100 صفحه است. خب 6 تو هر ساعت میخوایم الان ببینیم چند صفحه خونده. هر ساعت مثلا 5 تا صفحه. خب 6 تا 5 صفحه میشه چی؟ میشه 30 تا صفحه به اضافه 10 میشه 40. پس فهمیدید که چرا اینو نوشتیم. یعنی ما اینجا تعداد صفحه ها رو به جای مربع باید بذاریم. 6 تا 10 تا به اضافه 10 تا میشه همین صحبتی که حالا من کردم، شد 70. حالا میبینیم که فاصله داره، مثلا میکنیمش 14 تا. 6 تا 14 صفحه به اضافه 10 میشه 94 صفحه. میبینیم که خیلی داره نزدیک میشه. پس 6 تا 15 صفحه به اضافه 10 میشه چی؟ 100 صفحه. شما میتونید عددهای مختلف رو حدس بزنید، اصلا لزومی نداره که همینا باشه. مثلا من اول گفتم چی؟ 5 صفحه، مثلا 6 5 تا میشه 30 تا به اضافه 10 میشه 40. بعدیش میکنم 10، بعدیش میکنم 15. هر جور که خودتون راحت تر هستید. اینجا بیشتر حدس و آزمایش، ولی بدونید که کجا از نماد استفاده کردیم. ببینید معمولا اون چیزی که از ما میخواد میگه هر ساعت چند صفحه. این میشه چی؟ این میشه همون جایگاه مربع ما. اینو و در جریان باشید. خب مثال بعدی. یک سالن مستطیل شکل است. میخواهم در مکانی از سقف این سالن دریچه خنک کن یا همون کولر قرار دهند به طوری که از 4 گوشه آن به یک اندازه باشه. محل دریچه را تعیین کن. ببینید این سالن ما میخوایم آقا روی سقفش که مستطیل شکل هستش چی؟ یه دریچه رسم کنیم. میایم چی کار میکنیم؟ دو تا قطر مستطیل رو رسم میکنیم. خب بعد چی کار میکنیم؟ محل برخورد دو قطر میشه چی؟ جواب ما اینجا. یعنی اینجا از هر 4 جهت به یک اندازه است. خب امیدوارم که این قسمت هم به ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما فصل 1 رو تدریسش رو تموم کردیم. یک قسمت بعدی این صفحه مونده که اون تمریناش هستش که مروره، بیشتر جنبه مرور داره. اونا رو شما لطف میکنید که حل میکنید و برای من در ربات میفرستید. من اونو فعالش میکنم. حتما مینویسم مثلا تمرین صفحه فلان، شما لطف میکنید که اونو حل میکنید، ازش عکس میگیرید به صورت PDF در ربات ارسال میکنید. جلسه بعدی ما حل تمرینه. اول من میپرسم تمرینا رو و نمره دهی انجام میشه و بعدش هم میریم سراغ حل تمرینا. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شاد و سربلند باشید.